آنباکس کیمدی 2025 چالش تیم استقلال. باید 3 تا بازیکن با لباس آبی بگیرم. اگه نگیرم بهترین کارت میز ژر میخوره. وای مای لویال فرندز، چطورین بچه‌ها؟ رزی تایم اینجاست، خفن و پر انرژی. بچه‌ها امروز قراره که چالش تیم استقلال رو بریم. یعنی 3 تا بازیکن از توی این پکا با لباس آبی بیاریم. اگه بیاریم که اوکی، چالش رفته. اگه نیاریم بهترین کارتی که روی این میز در انتها میمونه ژر میخوره. ما چالش تیم پرسپولیس هم رفتیم، ویدیوهای قبلیه. اگه ندیدید آخر همین ویدیو بهتون پیشنهاد میشه ببینیم کدوم یکی رو میتونیم اجرا کنیم. توی چالش پرسپولیس نتونستیم 3 تا بازیکن قرمز رو بگیریم و بهترین کارت میز ژر خورد. امیدوارم که اینجا بتونیم 3 تا بازیکن استقلال رو بگیریم. ساعت 7 امشب توی یوتیوب یه ویدیوی خیلی خفن داریم که حتما ببینیدش. عشق منین، خیلی مخلصیم. برو بریم سراغ ویدیو. منظور از لباس آبی اینجور لباس آبیه. حالا کم رنگ یا پر رنگش اشکالی نداره، ولی این نمیتونه مثلا یه کوچولو آبی باشه، محاسبه نمیشه. توی چالش پرسپولیس هم ما اینو رفتیم. اولین پکمون از فریمپونگ، پک بنفشه. اونجا آقا پر از بازیکن آبی بود تو چالش پرسپولیس. ببینیم اینجا پر از بازیکن قرمز میشه یا نه تو چالش استقلال. اولین کارت یا بیرون ببینم، بارسلون ژاوی. به من فکر کنم ژاوی نداشتم. اولین ژاوی ادوانس من توی 2025. باریکلا. این بین پرسپولیس و استقلال دیگه، هیچ کدومو نمیشه محاسبه کرد. و کارت بعدیش، آیا یه کارت آبی داریم یا نه؟ ژابی آلونسو نداشتم. این پک جدیده برای من. برچسباشو داشتم ولی خودشونو نداشتم. هیچ کدومشون آبی محاسبه نمیشن آقا. یا بیرون سیگنیچر لویاشین و ادوانس آنتراپیلو. پک شمس داریم. شمس رو میخوام بگم شمس از این به بعد، ولی میترسم بعد جا بیفته. ولش کن دیگه نمیگم شمس آقا، ولش کن. آیا لباس آبی در کار هست؟ رزی کورت سیگنیچر کاکا. باریکلا، پکای جدید باشه. به ایوه سیگنیچر کاکا، چه خوشگله این کارت. من برچسبشو توی چند تا ویدیوی قبل برچسب کاکا رو گرفتم، یعنی گراش دستم اومد. و اینجا رو که این کارت مارادونا رو ما گرفتیم، این برچسبشه. باریکلا، کارتش اینجا دم دستم هستش. ببین کارتو. به این لباس آبی اگه میومد ارزش داشت برای چالش استقلال. پک اودگارد داریم، یعنی در واقع پک صورتیه، پک اودگارد نیست. ارث باباش که نیستش. خب این که کیمدی اومده عکسشو زده اینجا، خیلی هم لطف کرده بهش. بیا بیرون ببینم. اولین کارت، یه کارت بالوندور. بابا این دیگه داد میزنه پلاس. داد میزنه که پلاس. کارت 100 پله. من کاری ندارم که اینقدر کارتای باحال داره میاد، ولی استقلال کجاست؟ چرا کارتای آبی نمیان؟ به کارت پله، کارت بالوندور، توپ طلا. آقا پله توی چه سالی توپ طلا گرفته؟ میشه با اینو بفهمیم؟ این کارت میتونه یه کارت آبی باشه. گفتم الان سر کارتای قرمز شروع میشه. لوئیس دیاز و برچسباش اینجا رو. هرناندز، اینم جزء قرمزا حساب میشه. هرناندز و رونالدو. چقدر کارتا خفنه، چقدر همه چی جدیده. پک بعدیمون شمسه. آقا چمپسه، نگو شمس رزی، چمپسه. بیا بیرون ببینم از چه کسیه. یه کارت آبی به من بده. این سیگنیچره. کی میتونه باشه؟ روبرتو کارلوس. صدا تو بیار پایین. سیگنیچر روبرتو کارلوس. بالاخره اون دفاع چپ قدیمی اومد. توی درفتا از دفاع چپ کارلوس استفاده کنم. بنازمت بابا. باری که یکم صافکاری هم احتیاج داره حالا، ولی خیلی خفنه. باریکلا. به چقدر کارتای جدید خفن داری میگیری رزی. سک تو روت. ببینم. و اینجا سیگنیچر لوئیس فیگو که ما گرفتیمش. پکا جدید تا صبح. رافالیو اومده روی پک آبی که بگه آقا
ما اینجا دنبال بازیکنهای لباس آبیم، چرا یه دونه هم نیومده ژر؟ چرا یه دونه هم تا الان نیومده؟ ببینم اولین کارت از چه کسی میتونه باشه؟ لو یاشین اوورال 98. چقدر داریم کارت سیگنیچر میگیریم آقا. و کارت بعدیشو ببینم، کارت بعدی رو ببین، آندرا پیلو. به 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 که نداره رزی، چون ما دنبال کارت آبیم. هنوز یه دونه هم نگرفتی ها. اینجا رو ببین که ما اینجا کارتشو داریم. پک بعدیمون پک چمپسه از سادیو مانه. آقا یادتون نره ما قرعه کشی های آپاراتمون برقراره، قراره هر ماه قرعه کشی های آپارات رو داشته باشیم. شرایط توی قرعه کشی بودن اینه که ویدیوها رو کامل ببینید، تبلیغاتش رو کامل ببینید، بازنشر بزنید و لایک و کامنت بذارید. این حتما مهمه برای اینکه بتونید بیاید. یا ابوالفضل کی میتونه باشه؟ رونالدو نازاریو، کارت پرایم شماره 2. وای او رونالدو قبل از اینکه رئال بیاد بارسا بوده. یا ابوالفضل رونالدو نازاریو. توی این که من دارم این همه کارت جدید میگیرم خیلی عجیب غریبه برام، ولی چرا کارت آبی نمیگیرم عجیب تره. این کیه؟ لوئیس چی؟ دلافونته. ببین پک مسی کارت آبی داره، بهت قول میدم کارت آبی داره. ببین اینجا رو بهت قول دادم دیگه. اولین کارت بیا بیرون، کارت خفنه بیاد بیرون. سیگنیچر رئال مادرید کی میتونه باشه؟ فابیو کاناوارو. به به چه کچل ترتمیزیه. من خودم هم البته هنوز کچلم، ولی این خیلی کچل ترتمیزیه. باریکلا. و کارت بعدیش گریت بیل. خیلی عجیبه برام چرا کارتای آبی نمیان. گریت بیل این سخته، میدونی فشار میاد بهم خداییش. برچسبا رو ببینیم، دانیل دروسی و فدریکو والورده. رزی کماکان امیدواره به اینکه پکا بتونن کارت آبی بهش بدن. میره سراغ پک چمپس کوین دی بروینه. اصلا بگم زرت. چرا؟ بیا بیرون ببینم از چه کسیه. اریکسن. اوه اریکسون، ببخشید اریکسن نبود، اریکسن اون بازیکنه است. اریکسون مربی انگلیس بود. آره مربی انگلیس. چقدر مربی خفنی هم بود. چه کارت جدیدی. باریکلا. بکنم مربیایی که بازنشسته شدن پشتشون اینجوریه، اونایی که در حال کارن اینجوریه. فکر کنم این حدس منه. این که دیگه نه آبیه نه قرمزه دیگه. برچسبشو ببینم چقدر همه چی جدیده. اینو مارتینز. من حسم اینه که داریم به چخ میریم دیگه. من فکر میکنم اگه از توی این 2 تا کارت آبی بیاد بیرون شاید بتونه یه کاری بکنه. پک بنفشو داریم. آیا 2 تا کارت آبی ازش میاد بیرون؟ فقط 2 تا کارت آبی ازت میخوام ها، دیگه هیچی ازت نمیخوام. اینجا قرمز میاد ما رو به چخ میده. سر چالش پرسپولیس آبی میاد. و کارت بعدیش این باید آبی باشه دیگه. برناردو سیلوا دیگه. این باید آبی باشه. برناردو سیلوا. اینجا وایسا و برچسب باش. یعنی نگاه تو رو ابوالفضل. برچسبم قرمز میاد براش. من نمیدونم. پک چمپس رو داریم اینجا. بزن رزی ببینم چی داری. بزن ببینم چی داری. بابا لامصب یه دونه آبی حداقل میومد. اینم کارت جدیده، ادوانس ریوالدو. یه دونه کارت، البته یه دونه اومد، یه دونه آبی اومد. این کارت ریوالدو ادوانس خیلی هم خوشگله. ببین خداییش خیلی قشنگه. ادوانس ریوالدو اینجا باش. و برچسب دودکه. احبه. خب رسیدیم به جایی که فقط یه دونه کارت آبی گرفتیم. توی چالش پرسپولیس فقط 2 تا قرمز گرفته بودیم. اینجا البته یه دونه آبی گرفتیم
و طبق قرارمون باید بهترین کارت میز جر بخوره و بهترین کارت میز کارتی نیست جز کارت بالوندور پله. خیلی فشار دارم میخورم از این قضیه، خیلی، ولی میدونید که من چالشامو اجرا میکنم، من رحم ندارم، هر کی میخواد باشه. آخ آخ آخ، 2 تا کارت آبی دیگه اومده بود، کار در میومد. بیا یه جوری هم قیچی خورد که دیگه نگید میخواد بچسبونتش ها. بیا بفرمایید. امیدوارم که فشار کافی رو خورده باشید و لذت برده باشید. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو با من بودید. حتما ویدیو یوتیوب رو ببینید، توی یوتیوب و اینستاگرام سرچ کنید رزی تایم ORG یا رزی تایم اورج و پیجای من رو دنبال کنید. پیجای فیک رو دنبال نکنید چون به زودی بسته میشن و وقتتون رو هدر دادید. دم همتون گرم، عشق من. اینتای ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.